سید مهدی صدرالساداتی معروف به روحانی افشاگر یکی از چهره‌های مطرح اینستاگرامی داخل کشور در سالهای اخیر بوده است. او تاکنون بیش از 1000 پست اینستاگرامی منتشر کرده و در آنها سعی کرده روایتگر فساد تنیده در تار و پود نظام جمهوری اسلامی باشد. او اسناد معاملات زمین‌ها و املاک مقامات، فرزندان آنها، خرید و فروش‌ها، واردات و صادراتشان را از بیورلی هیلز لواسانات تا زعفرانیه و فرشته تهران را در صفحه اینستاگرام خود افشا می‌کند. افشاگری هایی که با مدارک مستند ارائه می شود و یک گشت کامل در اینستا نوشته های او برای دیدن همه آنها چند روز زمان لازم دارد. مهدی صدرالساداتی 2 برادر دارد که یکی از آنها عضو مجلس خبرگان رهبری است. در شهریور ماه 98 ماجرای مفقود شدن این 3 برادر نقل محافل خبری شد، اما حالا او مدتی است که دوباره به اینستاگرام بازگشته و این بار در تازه ترین پست افشاگری اقتصادی خود به ثروت افسانه‌ای یکی از سرداران سپاه و خانواده او پرداخته است. این پست 2 روز پیش مهدی صدرالساداتی است. عکسی که توضیح داده متعلق به شمسعلی علی یا مصطفی تحیری سردار سپاه است، در کنار سردار دیگر سپاه محسن رفیق دوست در سوی شهید بروجردی. صدرالساداتی قبل از نمایش ثروت این سردار در معرفی او می‌نویسد سرداری که از ارتش شاهنشاه به سمت انقلابیون برگشت و در سال 1399 درگذشت. ایشان در صنعت پتروشیمی، مواد غذایی، ساختمان و خصوصاً در صنعت صرافی وارد شد و گرچه توفیق شهادت پیدا نکرده و در جبهه‌های جنگ درهای بهشت بر او باز نشد، اما در زمینه اقتصادی و معیشت خانوادگی به یک بهشت دنیایی نائل شد. صدرالساداتی در ادامه ابتدا قسمتی از مراسم عزاداری اشرافی سردار مصطفی تحیری را در فروردین 99 به اشتراک می‌گذارد. صحنه‌ای مملو از شمع و ساز و تاج گل‌های بزرگ برای بزرگداشت یک سردار سپاه پاسداران. عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستند. رندان به چپاول سر این سفره نشستند. اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند. هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ گفتند شنیدیم و چنانیم و دریغا. گفتند شنیدیم و چنانیم و دریغا. اینها همه لالایی خواباندن ما بود. عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ ای کاش در دیزی ما باز نمی‌ماند. مهدی صدرالساداتی سپس عمارتی با شکوه را به نمایش می‌گذارد و می‌نویسد قصر سردار شمسعلی تحیری در لواسان. ای کاش در دیزی ما باز نمی‌ماند. ای کاش در دیزی ما باز نمی‌ماند. یا کاش در گربه کمی شرم و حیا بود. عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ چوپانی این گله به گرگان سپردن. این شیر و این قاعده ها رسم کجا بود؟ عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستند. رندان به چپاول سر این سفره نشستند. اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ این قصر یکی از صدها قصری است که وابستگان به حکومت در لواسان، این زخم دهان گشوده ایران و سمبل دره عمیق شکاف طبقاتی در کشور برای خود بنا کرده‌اند. قصرهایی با دیوارهایی بلند از سنگ‌های مرمر معادن ایران و دروازه‌هایی ستبر که امیدوارند آنها را از جهنم بیرون از قصر محافظت کند. در ادامه این پست صدرالساداتی لیستی از شرکت‌هایی را آورده که این سردار سپاه به همراه فرزندان خود مدیریت آنها را به عهده داشته است.
شرکت‌هایی مانند گام آبی فردا، فرآورده‌های غذایی ویتامین بهاران، توسعه بنای طاها، بایر سروین، اندیشگران توسعه تجارت ایرانیان و دقتنگار البرز. قسمت اعظم افشاگری ثروت مصطفی تحیری و خانواده او در استوری‌های مهدی صدرالساداتی صورت گرفته است. فیلم‌هایی که از داخل منزل او و گوشه‌ای از شکوه و زیبایی مافوق تصورش ثبت و بازنشر شده، از کاخ لواسان او تا ماشین‌های میلیاردی پسرانش. این نمایی از داخل همان قصری است که صدرالساداتی از بیرون دیوارهای آن را به نمایش گذاشته بود. او نوشته این هم نمای دیگر که به لطف اینستاگرام در اختیار ما قرار داده شده. اگر دقت کنید همان دیوار است که در اسلاید سوم پست آخر گذاشتم. و با این ویدئو نوشته این نمای داخل همان قصر آقای تحیری در لواسان است. قیمت کنید ببینید چند می ارزد. و با این فیلم بخش دیگری از داخل قصر، بار و نوشیدنی‌های رنگارنگ آن را به نمایش گذاشته و نوشته باز به لطف اینستا ما قصرهای اینها را می‌بینیم و همچنین این چند ثانیه هم نمایش دیگری از بخش دیگری از قصر این سردار سپاه است که صدرالساداتی در استوری‌های خود افشا کرده است. به ما باد هوا بود هر وقت که دادن درم بود و ریا بود. عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ چوپانی این گله به گرگان سپردن. این شیر و این قاعده ها رسم کجا بود؟ عدالت کجایی؟ عدالت. پس از آن مهدی صدرالساداتی گوشه‌ای از زندگی فردی به نام طاها تحیری از خاندان سردار تحیری را نشان می‌دهد. پسر جوانی در کنار حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و علی شمخانی دبیر امنیت ملی که خود نیز متهم به داشتن چنین کاخ‌هایی است. در پایین این عکس طاها تحیری در کنار پله‌های هواپیمای کوچکی دیده می‌شود که می‌تواند یک جت اختصاصی باشد، اما صدرالساداتی توضیحی در این باره نداده است. این عکس یک پست از طاها تحیری است. نوشته این عکس ثبت یک لحظه بعد از جابجایی پلاک یک ماشین از اسم بیژن به پلاک جدیدش در 5 سال پیش است. او این پست را برای بیان احساس خود نسبت به گذر زمان منتشر کرده، اما مانند همه آقازاده‌های حکومتی بوی خودنمایی از ورای صفحات مجازی با نمایش 3 خودروی لوکس از آن به مشام میرسد. صدرالساداتی درباره این پست نوشته در مورد این بوگاتی پرسیدید. باید بگم این بوگاتی برای شخص آقای بیژن پاکزاد طراح معروف ساخته شده که حدود 1,700,000 دلار ارزش داره که ماشین خیلی خاص و نادری هست. آیا آقای تحیری که میگه پلاکش عوض شد یعنی او خریدش؟ ممکنه اینقدر ثروت داره که اینو بخره؟ صدرالساداتی سپس در پاسخ به این پرسش خود عکس دیگری را از 3 خودروی لوکس دیگر متعلق به طاها تحیری رو می‌کند و میگوید شما همین 3 تا ماشین رو اگه حساب کنید بین 25 تا 30 میلیارد قیمتشه، یعنی بیش از 1,000,000 دلار. پس اینکه اون بوگاتی 1.7 میلیون دلاری رو بتونه بخره چیز عجیبی نیست. این هم عکس دیگری است که مهدی صدرالساداتی از ثروت افسانه‌ای سردار تحیری به اشتراک گذاشته و نوشته مرکز خرید رویال پارس کیان پارس اهواز یکی از پروژه‌های خانواده تحیری در بهترین جای اهواز است. و این عکس از مصطفی تحیری و علی اکبر ناطق نوری و تسلیت خبرگزاری رجا نیوز که نوشته علی تحیری مسئول شاخه نظامی گروه توحیدی صف بود که سالها مجاهدت و تلاش در راه اهداف متعالی انقلاب اسلامی در کارنامه درخشان وی دیده می شود. تحریریه رجا نیوز این غم وارده را به پیشگاه مقدس امام زمان، رهبر معظم انقلاب و مردم انقلابی ایران تسلیت عرض می نماید.
صدرالساداتی در یک نتیجه‌گیری گزنده نوشته بالاخره در بهترین کاخها در لواسان و زعفرانیه بنشینی که شاید سناتورهای آمریکا هم نداشته باشند، هم با اصلاح طلبها باشی، هم اصولگرایان تو را انقلابی مجاهد بدانند و غم نبودنت را به امام زمان تسلیت بگویند. این است اشرافیت مذهبی در این مرز و بوم. اما این نه فقط قصه اشرافیت مذهبی، بلکه حکایت پر آب چشم مصیبتی دردناک است که بر شانه‌های نحیف ملت ایران آوار شده است. قصه‌ای که به مدد فضای مجازی هر روز برگ‌های بیشتری از آن پیش روی مردم گشوده می شود. و همین فضای مجازی هم از آن سو دردهای بی‌نهایت مردم را از فقر و بی‌عدالتی بازتاب می‌دهد. تضادی که باعث می‌شود مردم کفن پوش به خیابان بیایند و فریاد بزنند که عطای دین را به لقایش بخشیدند. این شما این هم دین محمد، بعد از این من مسلمان نیستم، بعد از این بچه دیگه اجازه نمیدم تو خونه من نماز بخونه مگر بره تو خیابون. درباره خاندان تحیری این نکته هم در رسانه‌ها درباره احسان تحیری، یکی از فرزندان سردار مصطفی یا علی تحیری موجود است. او مالک صرافی تحیری و شرکاست. در صفحه فیسبوک ایران بریفینگ درباره خاندان تحیری آمده است: احسان تحیری فرزند علی تحیری مالک صرافی تحیری و شرکا در نوسانات ارزی چند سال اخیر سود خوبی را از فروش ارز شرکت‌های پتروشیمی کسب کرده است. به گزارش ایران بریفینگ از جمله سوابق علی یا مصطفی تحیری پیش از انقلاب می شود به خلع سلاح سپهبد شفقت، بمبگذاری در رستوران خانسالار که منجر به مرگ بیش از 70 نفر شد، حمله به مینیبوس آمریکایی و انفجار بزرگترین دکل برق تهران اشاره کرد که بخشی از اقداماتی بود که او در مسئولیت واحد نظامی گروه توحیدی صف انجام داده است. ایران بریفینگ می نویسد با ورود خمینی به ایران، تحیری همراه تعدادی دیگر از اعضای گروه مسئولیت حفاظت او از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا و در مدرسه علوی را بر عهده داشت. او در درگیری‌های 21 و 22 بهمن 57 فعالانه حضور پیدا کرد و با توجه به اینکه خود نیز پیش از انقلاب در گارد جاویدان عضویت داشت، با شناختی که از امرای ارتش شاهنشاهی داشت، در شناسایی و اعدام آنها نقش قابل توجهی داشت. ایران بریفینگ میپرسد اکنون سوال اینجاست: چگونه است خانواده یک انقلابی از سال 57 از یک خانه 50 متری در محله رشدیه تهران رسیده است به اینجا؟ این احتمالاً پرسش تمام کسانی است که این ماجرا را میبینند. با دیدن این تصاویر حتما امثال مهدی صدرالساداتی که از خویشاوندان فکری این انقلاب و حکومت هستند هم از خود میپرسند سردار تحیری، سردار ساده سپاه، چطور و از چه طریقی به چنین ثروت هنگفتی رسید و این ثروت‌های بادآورده رانتی که از سفره مردمان عادی جامعه دزدیده شده چه نسبتی با آرمان‌های انقلاب 57 دارد؟ افشاگری تازه مهدی صدرالساداتی در این روزها که جامعه با خبر تلخ اعدام روح الله زم دست به گریبان است، احتمالاً داغ بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی را تازه می کند. روح الله زم فرزند همین انقلاب بود، کسی شبیه مهدی صدرالساداتی که از درون روحانیت به افشای فسادهای خرد و کلان آخوندهای حاکم و سرداران سپاه پرداخت. او را ربودند، به ایران آوردند، محاکمه کردند و اعدام. مسعود مولوی هم یکی دیگر از جوانانی بود که اسرار مافیای هزارتوی فساد را در نظام جمهوری اسلامی هویدا می کرد. او هم در ترکیه ترور شد. حالا وزارت اطلاعات ترکیه می گوید باندی متشکل از قاچاقچیان بین المللی که برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کار می کرده اند در ترور او دست داشتند. ما باند این مافیای سرداران خاکستری رو در بیاریم. مثلا یکی از چیزایی که در آوردیم این بود که در توی بازه زمانی مشخصی آقای سردار رحیم صفوی، مرتضی رضایی، غیره ترانزیت مواد مخدر کشور در اختیارشون بوده. خب مثلا ماشین حامل مواد مخدر بازداشت میشد، این همه کار اطلاعاتی میشد، ماشین رو بازداشت میکردن، 24 ساعت بعد آزاد میشد. اعلام هم میشد، خبرش اعلام میشد که اینقدر اینو گرفتیم.
24 ساعت بعد ماشین آزاد میشد، به مقصد ترکیه میرفت. یا اون ماجرای سفاریان که تو ترکیه با 18 تا 18.5 تن طلا گرفتنش و و و و و و یا مثلا همین حسن رعیت. ببین من 3 ماه تو قالب پوشش تو دفتر حسن رعیت کار کردم. خب یعنی در قالب پوشش یک کارمند نخبه، خب تو کار امور سایبری، حسن رعیت فکر میکرد وزارت داره شنودش میکنه یا اطلاعات سپاه. خب فکرم درست بود. من رفتم اونجا رصدش بکنم ببینم ماجرای این ارتباطش با مرتضی چیه، چون اونجا مرتضی رضایی رفت آمد داشت و ارتباطش با بابک چیه، با واجا، با سپاه، چرا اصلا بازداشت نشد. تو این بازه من آدم‌های زیادی رو دیدم که کشتن، آدم‌های زیادی رو دیدم که الکی ازشون اعتراف گرفته شد، جنایاتی که تو سرشون پیاده شد، فسادهای اخلاقی قضات مثل صلواتی، فیلم مثلا ماجرای لقمان روزچنگ یا پرونده قاضی صلواتی من با خانم طاهری پیگیری میکردم. خب یه فیلم سکس قاضی صلواتی بود، سکس چتاش بود و غیره و غیره و بماند. همشون الا ماشاءالله فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، رانت. خب اینها تا یه جایی ما رو دیگه زده کرد. از یه جایی به بعد ما فکر میکردیم آقا سالمه، ما فکر میکردیم نظام سالمه، آقای لاریجانی و هاشمی و امثال هم سالمن. خب به حسب اینکه در مردم بچه‌های وزارت و نیروهای امنیتی به خاطر اینکه در معرض اطلاعات قرار دارن، خب این اطلاعات خب چیه؟ جزئیات زندگی مردمه، از روابط غیر اخلاقیشون تا فسادهاشون تا غیره، خیلی شدیداً در معرض فسادن. میفهمی چی میگن بچه‌های اطلاعاتی؟ وقتی که تو بدونی مثلا فردا داره دلار گرون میشه یا ارزون میشه، وقتی که 2000 تو جیبت نباشه چیکار میکنی؟ فاسد میشی. لذا حجم وسیعی از بچه‌های واجا و اطلاعات سپاه و غیره فاسد بودن. شما درباره این مافیا که مانند اختاپوسی سیری ناپذیر بازوان خود را بر زندگی ایرانیان پیچیده چه فکر میکنید؟ شما به عنوان یک شهروند چه راهکاری برای مقابله با تحریم‌ها دارید؟ دروغ نگیم. یعنی چی دروغ نگیم؟ یعنی اینکه اون مسئولی که میاد پشت تلویزیون برمیگرده میگه ما با مردم همدردیم، شبا مثل ما فقط نون و ماست میخوره، صبح تا شب کار میکنه واسه چستومن، نونوای محل و سوپری محل هر دقیقه جلوشو میگیرن واسه پول نسیه. شده تا الان ماهی یه بار میوه تو خونش نیاد؟ صابخونه هر دقیقه در خونش زده واسه پول اجاره؟ شده تا الان پشتش بشکنه زیر گرونی؟ شده تا الان خانوادش به خاطر بی پولیش به سرکوفت بزنن؟ خب اگه وجود دارن، اگه شرف دارن، اگه غیرت دارن، بیان حقوقشونو، مال و اموالشونو با ما مردم تقسیم کنن که با هم در تحریم باشیم، نه اینکه زجر بدبخت شما بکشیم و اشغالشو یکی دیگه با بچه‌هاش. بس دیگه، کم دروغ بگید. دشمن ما اونایی هستن که وای میسن صاف تو چشای ما نگاه میکنن دروغ میگن. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. کانال کوچه جایی است برای حرف زدن از مسائل روز ایران. اگر مایل به گفتن و شنیدن از ایران هستید، لطفاً نظرات سازنده خودتون رو برای کامل شدن موضوعات مورد بحث روی دیوار کوچه بنویسید و اگر روش ما رو در انعکاس مطالب میپسندید، به جمع همراهان نازنین کوچه بپیوندید. دکمه سابسکرایب در پایین همین ویدیو هست. سپاس.